بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت مخاطبین محترم، به برنامه گپ های صراط خوش آمدید. موضوع امروز برنامه افغانستان، دور باطل و چرخ معیوب هست. تاریخ افغانستان هم مثل سایر تاریخ کشورهای متعدد دارای فراز و نشیب فراوان و تلخی و شیرینی های متعدد هست. اما آنچه افغانستان را با سایر کشورها دچار تفاوت میکنه او دور باطل و چرخه معیوبی است که در این کشور جریان داره و در این حال عملا نظم، ثبات سیاسی در افغانستان دچار یک دگرگونی ساختاری کرده است. ما از حدود نیم قرن اخیر شاهد انواع نظام‌ها در افغانستان هستیم، از نظام پادشاهی، آنوکراسی، توتالیتر، استبدادی، دموکراسی نیمبند و انواع نظام‌های متعدد و متضاد. در این بین ما عملاً جریان‌ها و افراد را می‌بینیم که مقصر همدیگر را می‌بینند و همدیگر را می‌دانند. جریان اسلامگرایان غربگرایان را دچار ای آسیب و ای مشکل می‌بینه و در این حال غربگرایان اسلامگرایان را دچار ای دور باطل و چرخه معیوب می‌دانه. از طرف دیگر هم می‌بینیم که تعدادی احزاب را گناهکار و مقصری جریان می‌دانه و در این حال تعدادی دیگری احزاب را منبع رشد و شکوفایی در افغانستان می‌بینه. با توجه به این قضایا مهمترین قضیه‌ای که عامل او دور باطل و چرخه معیوب در افغانستان است قومیت گرایی هست. یعنی در حقیقت قومیت گرایی مهمترین و بارزترین مسئله است که تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان را دچار مشکل کرده و عملاً تحولات و ساختارهایی که دچار دگرگونی میشه مبنای قومگرایی هست. و در این حال از اون طرف میبینیم که قومیت گرایی اهمیتش به مراتب بیشتر از اسلام هست و حتی حکومت هایی که مبنایشان بر مبنای دین اسلام هست و میخواین ارزش ها و آگاهی بتن در راستای دین مبین اسلام، عملا میبینیم اونا هم در پس قومیت گرایی قرار گرفتن. یعنی قومیت گرایی مهمتر است نسبت به مذهب حنفی، قومیت گرایی مهمتر است نسبت به مذهب جعفری، قومیت گرایی مهمتر است نسبت به احزاب سیاسی و عملا این قومیت گرایی است که تمام ساختارهای فکری و عملیاتی انسان افغانستان در شرایط فعلی و به ویژه در حدود نیم قرن اخیر میسازه و او را جهت میده و در حقیقت اقوام و افراد و جریان‌هایی هم که بر اساس دفاع از قومیت بالا آمدن و دیده شدن، عملا اینا رو میبینیم که نه تنها نسبت به قومیت‌های خودشان هیچ گونه منافعی را نتونستن به وجود بیارن، بلکه عملا دارای یک دور باطل و چرخه معیوب در افغانستان شدن. ما میبینیم که در ولایت‌های مختلف جریان‌های قومی که وجود داره عملاً از یک ابتدایی ترین حقوق اولیه خودشان هم برخوردار نیست. وضعیت صحی، وضعیت سرک‌ها، وضعیت تحصیلی در اون مناطق کماکان دچار مشکلات بسیار جدی است. اگر یک قوم هم بر مبنایی که قومگرایان عملاً تمام مسائل افغانستان را تعریف و توصیف می‌کردن و عملاً تمام تصمیمات کلان کشوری که در افغانستان بر مبنای قومیت گرایی تنظیم میشد و ترسیم میشه، کماکان وقتی میبینیم در این شرایط هم حتی قوم پشتون دچار یک آفت‌های بسیار جدی است. قوم پشتون از حقوق اولیه و ابتدایی خودشان برخوردار نیست. قوم تاجیک از حقوق اولیه خودشان برخوردار نیست. قوم ازبک، هزاره، سادات، قزلباش و تمام اقوامی که در افغانستان وجود داره از او ابتدایی ترین حقوق خودشان برخوردار نیست. کماکان متوجه میشیم که او دور باطل و چرخه معیوبی که در افغانستان وجود داره قومیت گرایی است و افراد و جریان هایی که بر این مبنا حرکت میکنن و تمام تلاششانی است که از این مسیر و از مسیر قومیت گرایی به قدرت برسن و بالا بیان، کماکان اونا خودشان دچار یک نقض و دچار یک مشکلی شدن بر اقوام، در صورتی که ما میتونیم در افغانستان یک ثبات سیاسی، یک صلح دائمی، یک وضعیت پایدار و توسعه را در افغانستان شاهد باشیم. این است که از قومیت گرایی عبور بکنیم، از این شرایط بگذریم. کماکان زمانی میشه که در افغانستان توسعه و صلح و آرامش به وجود بیاید که این دور باطل و این چرخه معیوب
به نقطه پایان برسه و از قومیت گرایی عبور پیدا بکنیم و مهمترین قضیه هم که میتونه در این قضیه کمک بکنه مسئله اسلامگرایی است که اسلامگرایی معتدلی که عبور بکنه از سمت قومیت گرایی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدار شما.